سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با یه مسابقه خیلی خفن، یعنی خیلی خفن‌تر از قبلی و اینکه مجازاتش هم خیلی سنگین‌تر از قبلی هست. درس عبرت نشده برات؟ نه. خب امروز اومدیم یه مسابقه داریم، سواله مربوط به سینما ازمون میپرسن، قراره که جواب بدیم. هر کی هم که نتونه جواب، یعنی سوالای کمتری جواب بده که احتمالاً هم معلومه کیه، مجازاتش میکنیم. مجازاتر هم الان نمیگم، آخرش معلوم میشه مجازات چیه. بریم از سوال اول. سوال اولو کی جواب میده؟ نه تو جواب بدی. کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین کیست؟ اصغر فرهادی. من بقیه گرم میزنم. سوال دوم، بازیگر نقش یوسف در بچه‌های آسمان کیست؟ بچه‌های آسمان؟ گزینه بگم؟ آره گزینه بگو. پیمان معادی، احمد احمدی، امیرحسین مدرس، مجید صالحی. یه بار دیگه گزینه‌ها رو بگو. پیمان معادی، خب احمد احمدی، امیرحسین مدرس، مجید صالحی. امیرحسین مدرس. خیر. مجید احمد صالحی. احمدی. آفرین. احمد احمدی. ولی خب اینو که قبول نمی‌کنم. چرا قبول نمونی؟ درست شما یه بار گفتم. گزینه اشتباه. یه دونه گزینه گفتم. آقا قبول کن، تو رو برای اولی بود. یه دونه رو قبول کن. یکی طلب منو. نه چی یکی طلب من؟ یه دونه بود دیگه. نه نمیشه. با ارفاق قبول می‌کنی. ایوالله. ای فیلم داره. فیلم شهر زیبا محصول کدام ده است؟ 1340 1350 1360 1370. 1360 50. آفرین. آقا داریم میرسونین بهش. واسه شروع کردی؟ خدا داشتم شروع کردی میرسون. تهمت بزنی؟ تهمت من میبینم داره بهت میرسونه. بفهمین. کدام فیلم اصغر فرهادی برنده اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان شد؟ فروشنده. درباره الی، جدایی نادر از سیمین، همه موارد. به نظرم همشون گرفت. نه ولی فکر کنم فروشنده بود. من بگم؟ همه موارد؟ من بگم؟ نه جدایی نادر از سیمین. همه موارد. همه. گزینه آخری رو بگو. نه همه موارد. آقا این جواب دادن نشد. همه گفتم دیگه همه موارد. اینم ارفاق. به خدا همه موارد رو گفتم من یه بار. تایید نداد. نه آخه تایید نمیداد. پوران درخشنده بیشتر برای ساخت چه نوع فیلمی شناخته می شود؟ کودک و نوجوان، کمدی، اکشن، ترسناک. کودک و نوجوان. آفرین. اینو که دیگه نرسوندیم. نه اوکی. این یه دونه رو میدونستی حالا. معلوماتم زیاده. بازیگر نقش اکبر در سینمایی گاو ساخته داریوش مهرجویی کیست؟ عزت الله انتظامی، علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز. عزت الله انتظامی. یس. فیلم رگ خواب به کارگردانی چه کسی ساخته شده؟ مهدی فخری‌زاده. مانی حقیقی، بهرام توکلی، اون با ابراهیم چیزشه. حاتمی کیا، نرگس آبیار. ابراهیم حاتمی کیا. نه. رگ خواب. رگ خواب این ده. گزینه‌هاشو. مانی حقیقی، بهرام توکلی، ابراهیم حاتمی کیا، نرگس آبیار. نرگس آبیار؟ نه. نمیدونم. بهرام توکلی بود؟ مانی حقیقی بود. یه غلط. آره والا به شما داریم ما. تو 10 تا گزینه رو گفتی نتونستی دیگه. تو برای این یارو اصغر فرهادی من همه موارد رو گفتم تایید نکرد. نباید قبول کنی. به خدا همه موارد رو گفتم تایید نکردی. چرا دست و پات شل شد گفتی فروشنده؟ برو بریم. اشکال نداره. اولین فیلم بلند عباس کیارستمی کدام است؟ طعم گیلاس، گزارش، سفر به انگلیس، کلوزآپ. طعم گیلاس. خیر. کلوزآپ. خیر. همه نمیتونیم دیگه نمیدونم پس دیگه.
سفر به انگلیس. نه اصلا نمیدونستم. کدام بازیگر در فیلم فروشنده نقش اصلی زن را ایفا کرده است؟ ترانه علی دوستی. آفرین. آقا این سوالاش آسونه. داره نوبتی میره من اینو پایین. نمیدونستم. بپرس. فیلم دیدبان ساخته چه کارگردانی است؟ بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد. رخشان بنی اعتماد. بهرام بیضایی. ارفاق. من میدونستم اینو. آره. خدا. همون پرش اولت فهمیدم. فقط نمیدونستم زنه یا مرد. بفرمایید سوال بعدی. فیلم بچه‌های آسمان در چه سالی اکران شد؟ این یه ذره سخته. میشه راهنمایی کنم. چرا راهنماییش کنید؟ 4 تا گزینه بهش میدی. آسمان کی هست؟ من نمیدونم آقا. بچه آسمان میلادیه. باید به میلادی باشه به میلادی بگه. من نمیدونم. 1955 1977 1999 2001 1977 77 اصلا تو گزینه‌ها 1907 نداشتیم مثلا 1997 97 آفرین. آقا جواب کامل بهت گفت. نه دیگه ببین من دیدی 1977 گفتم ولی نه 97 بود. یه 20 سال فرقشون بود. بریم. کارگردان فیلم مارمولک کیست؟ داریوش مهرجویی. کمال تبریزی. حالا یه دونه رو کمال تبریزی. کدام فیلم به کارگردانی مسعود کیمیایی ساخته شده؟ سلطان، درباره الی، رگ خواب، فروشنده. سلطان. بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم کپی برابر اصل کیست؟ پیمان معادی، شهاب حسینی، امیر جعفری، محمد رضا فروتن. محمد رضا فروتنه. امیر جعفری. خیر. محمد رضا فروتنه. نه. این گزینه رو این الان پای من حساب میشه؟ نه آقا تو بگو. پیمان معادی. پیمان معادی. کلا 2 تا گزینه مونده بود. دیگه آقا خب این گفت به من چه؟ تو نگو. میگم کمک جواب نده آقا. من که نگفتم که. نداره بره زیر ساتور قد شه. تو آخه خودت گفتی من که گفتم بهش بگه کمک کنه نگفتم. باش برو. بنده خدا هر چی ساله بهش میرسه. خب دیگه چیکار کنم چیکار کنم؟ فیلم درباره الی محصول کدام سال است؟ خب نه بخون سالاشو به نظرم میتونه. میلادیه؟ بفهمید. 2005 2009 2011 2013 2009 آفرین. دیگه رسون؟ نرسوندیم که. نه ولی لحنت سر 2009 احساس می‌کنم ببین تو کلا میگم تومت بزنی. نه اگه مشکلی داری بگو شرکت نکنی. کدام فیلم نرگس آبیار در جشنواره‌های بین المللی مطرح شد؟ بفهمید. شبی که ماه کامل شد، ماجرای نیمروز، دارکوب، کوچه بینا. ماجرای نیمروز که اصلا مال اون نبود. شبی که ماه کامل شد همونه فکر کنم. شبی که ماه نه یه بار دیگه گزینه‌ها رو بهم بگو. شبی که ماه کامل شد، ماجرای نیمروز، دارکوب، کوچه بینا. کوچه بینا من مال اون نیست. شبی که ماه کامل شد. درسته؟ الان نمیگی که این گفته این به خدا من حتی گزینه‌ها رو میدونستم که کدوم اصلا مال این نیست. آقا رضا ماجرای نیمروز مال محمد حسین مهدویان. آقا رضا ولمون کن. بازیگر نقش زن در شهر زیبا کیست؟ شهر زیبا کی بود؟ اصلا کدوم بود شهر زیبا؟ مثلا ندیدم اینو فکر کنم. بفرمایید. بگو اسمشو. گوهر خیراندیش، لیلا حاتمی، فرشته صدر عرفانی، پروانه معصومی. بفهم. گوهر خیراندیش. نمیخوام اینو ضبط در بذار. آقا گوهر خیراندیش. نمیخوام آقا من تو دارم کمکت میکنم. نمیخوام من دیش بکنی تو نه. بفهم. نمیدونم. گوهر خیراندیش. دیدی بهت داشتم ضبط در بزنم. من جای اون که رسوندی بهم داشتم بهت میرسم. نه من دنبال ارفاق و کمک رسوندن. بفهم. جریمه میشی حالا بهت میگم. آره من میشه.
کدام فیلم داریوش مهرجویی بر اساس داستان کوتاه صادق هدایت ساخته شده؟ گاو، نارنجی پوش، زندگی خصوصی، هیچ کدام. هیچ کدام. هش. درست بود. چرا حالت بد شد عزیزم؟ چرا عصبی؟ من گفتم گوه خیلیشون میگفتی. خب فیلم قهرمان ساخته کیست؟ بفهم. اصغر فرهادی، بهرام توکلی، مانی حقیقی، نرگس آبیار. سومین گزینه اصغر فرهادی. نه آقا میگم من اصغر فرهادی. آفرین. دیدی؟ بزنه رسوندم بهت. لعنت بهت بیاد. ببین بهش گفتم بازم چیز نمی‌کنه. اب نه برو بریم. کدام بازیگر نقش اصلی مرد در قصه های مجید را بازی کرده؟ خب اکبر عبدی، عزت الله انتظامی، مهران رنجبر، پرویز پرستویی. قصه های مجید. مجید. قصه های مجید نه اکبر عبدی بود، نه پرویز پرستویی بود، نه عزت الله انتظامی بود. اون یکی کی بود؟ مهران رنجبر. مهران رنجبر. خب دیگه این ضایع بود دیگه. خدا رو شکر. بفهم. کدام فیلم به کارگردانی بهرام بیضایی است؟ سفر سنگ، طعم گیلاس، مارمولک، فروشنده. سفر سنگ. آفرین. سفر سنگ. فیلم خواب زده به کارگردانی چه کسی است؟ مهرجویی، بهرام توکلی، مسعود کیمیایی، اصغر فرهادی. اولی چی بود؟ مهرجویی. مهرجوییه. نه فکر نمی‌کنم. مهرجویی. خیلی. بهرام توکلی. دیگه نمیشه یکی. آقا دیگه مهرجویی این گفت ولی من میگم آقا بزن زبدر بزن. مهرجویی نبود. من میدونستم مهرجویی نیست. بزن. پس چرا گفتی؟ به خدا واسه میگم بهرام توکلی. من میدونم حتی کی بازی کرده تو خواب زده. اشکال نداره. بده بهش. ما که از اول تایی داریم ارفاق میکنیم. ای آقا چه ارفاقی؟ من گفتم گزینه رو دیگه. ای بابا. بازیگر نقش زن در سلطان کیست؟ مهناز افشار، ترانه علی دوستی، لیلا حاتمی، پگاه آهنگرانی. سلطان پگاه آهنگرانی بود؟ سلطان؟ لیلا حاتمی. نمیدونم. چی بوده؟ پگاه آهنگ. لیلا حاتمی. یه بار دیگه بگو. مهناز افشار. آفرین. آقا گفت بد. اب نه تو به من رسون. بگو. من چقدر سرمون یه دونه بود. کدام فیلم سیروس الوند محصول دهه 70 است؟ بگو. شب‌های تهران، زندگی خصوصی، کپی برابر اصل، رگ خواب. شب‌های تهران. آفرین. به چقدر من میفهمم. اینقدر فیلم میبینی من اصلا نمیدونم. 4 تا برنامه تلویزیون به من میگفتی. بگو. فیلم من ترانه 15 سال دارم ساخته کیست؟ رسول صدراملی، رخشان بنی اعتماد، مانی حقیقی، بهرام توکلی. رسول صدراملی. آفرین. دیدی بازم گفتم خدا. من خودم هم میدونستم. خدا وکیل میدونستی؟ بازیگر نقش اصلی مرد در فروشنده کیست؟ پیمان معادی، شهاب حسینی. بابا نوبت منه. محسن تنابنده. شهاب حسینی. خیلی. چی؟ پیمان معادی. وایسید یه دقیقه. بازیگر نقش اول فیلم فروشنده رو مگه نمیگی؟ بازیگر نقش اصلی مرد. شهاب حسینیه دیگه. پیمان معادیه. شوهر لیلا حاتمی بود تو اون سریاله. امتیازشو میدم به بهاره که دیگه مطمئن. آقا فروشنده شهاب حسینی یه تیکه نقشه ولی پیمان معادی از اول بود که باباشم میبرد همون میشست و فلان و این تو اصلا جدایی نادر از سیمینه تو داری میگی. فروشنده شهاب حسینی. آقا من نمیدونم. من میگم شهاب حسینی. یه بار دیگه بگین کیه؟ پیمان معادیه. پیمان معادی اصلا نیست تو فروشنده. مطمئنی؟ من هرچی فکر می‌کنم فروشنده پیمان معادی اصلا. گفتی دیگه خلاص. آقا پیمان معادی اصلا نیست.
کل فیلم از اول تا آخر شهاب حسینی داره بازی فروشنده می‌کنه. همون شهاب حسینی ترانه عیوسی تجاوز من با شهاب حسینی معلم اون تو سوار اون تاکسیه میشن تو خود مدرسه رو نشون میده. بابا خیلی اصلا مگه میشه شهاب حسینی اصلا تو اون فیلم نیستش. او اشتباه میگه شهاب حسینیه. به خدا جواب درسته آقا خودت بگو. شهاب حسینی نه بزن شهاب حسینیه. کدام فیلم محمد رضا هنرمند به موضوع کودک و نوجوان می‌پردازد؟ بچه‌های آسمان، جیب‌بر خیابان جنوبی، مارمولک، شبح. جیب‌بر خیابان جنوبی. آفرین. نرسوندم که. نه بفهم. رسوندی ولی باشه. بفهم. کارگردان فیلم شبی که ماه کامل شد کیست؟ نرگس آبیار، اصغر فرهادی. نرگس آبیار. باشه خب بذار تموم کنم. باش بفهم. میگفتی گزینه نکنه تو که بلد بودی. فیلم قصه ها ساخته کدام کارگردان است؟ رخشان بنی اعتماد، بهرام توکلی، کمال تبریزی، ابراهیم حاتمیکیا. ابراهیم حاتمیکیا. رخشان بنی اعتماد. آفرین. بفهم. رسوندم نه آقا چرا این دونه دونه سواله می‌پرسی؟ اگه باید این سری یه دوربینم بذاریم اونور اونم معلوم باشه. سال آخر. بفهم. بکنم جریمه شد. کدام فیلم درباره دفاع مقدس ساخته شده؟ خوراکم بگو. روزهای زندگی، بادیگارد، شهر زیبا، درخت گردو. درخت گردو. به به. درخت گردو چیزم بازی کرده. مهران مدیری و پیمان معادی بازی کرد. یه سوال دیگه از تو بپرسم. آره. بازیگر نقش نقی معمولی در سریال مثال بمونه برای تناونده. من میگم یه چند سال تلویزیونی هم بذار بپرسه اونایی که فکر اونایی که خود جوابشو میدونی اما بپرس. اینی که الان جواب دادی. آفرین. نیکس. بفهم. ای فیلم ادا. کدام سریال ایرانی در ژانر طنز ساخته شده؟ دودکش، پدرخوانده، روزگار غریب، مدار 0 درجه. دودکش. یه احتیاج به گزینه نداشتیم کافیه. از شما بپرسم. بله حتما. برنامه ماه حسن میزبانی چه کسی اجرا شد؟ فرضی بود احسان علیقانی. همه سخت رو داره همه میبرزه قربونت دارم. ای بابا. بعد دیگه آخه همش دیگه آسونه. بپرسم ازتون. بپرس. نه آقا دیگه سوال آسون الکی بپرسه. اما بپرسه که تایم برنامه میخواد بر کنی. الان یکسان شده سوالا. فکر کنم یه دونه از بهاره بپرس آخریش هم بپرس تمومش کن. سخت بپرس. زبدر بگیره تو رو خدا. آقا رندوم یه دونه بپرس. باش. سریال پدرسالار در چه سالهایی پخش شد؟ سالاشو نمیگی؟ بله. 70 تا 72، 75 تا 77، 80 تا 82، 85 تا 87. 75 تا 77. چی شد؟ گفتی چند؟ 75 تا 77. اشتباه نگفتی؟ نه. باشه حالا. تمومه؟ کی چند تا سوال اشتباه جواب داده؟ چند تا اصلا پرسیدی؟ 17 تا سوال از شما پرسیدم، 17 تا بعد. خب شما یه دونه اشتباه داشتی برای داد. آخه اگه من مرورم اگه زیر پا میذاشتم و گوهر خیراندیشو میپذیرفتم. چند تا رو بهت رسوندیم خودمون؟ خدا وکیل بگو چند تا. من خودم 2 تا خودم بهت رسوندم. غیر اون 2 تا چند تا رو پشت صحنه بهت رسوندم. شما کمک خواستم که من خب منم تو اونا کمک خواستم. شما از اول فقط 4-5 اول همش بریم برگردیم میخوایم الان جریمه‌اش کنیم. 4-5 اول همش آقا نزن چرا میزنی؟ خشونت نداریم. ارفاق شد آقا همش ارفاق شد. اینو فلان کنید. گوش کن. چیزه میریم برمیگردیم مجازاتش میکنیم.
تخمه میخوام بزنم تو سرش، بریم برگردیم. خب بچه اومدیم، میخوام تخمه بزنم تو سرش. بگی اینو بالا، بگی بالا، بگی بالا، بگی بالا، بگی بالا، بگی بالا، زندگیمونو بگن نکشی. سر رو بیار جلو، بریم. 3 2 1. اوه صدا داد نمیشه. یه بار دیگه، یه بار دیگه. بیا جلو. وایسا مجازات کمون نشده. وایسا صورتتو بچه ها ببینن. دست منم گزیم کردی. آره بوزه عالیه. بچه ها این دوباره نمیتونه خداحافظی کنه. این خوبه. بیا اینو پایین، نمیچکه ازت. بچه ها خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فقط اینو بدونین که من عاشقتونم. خدا نگهدار.